این عکس یک کلاس درس معمولیه، ولی وقتی که یکی از دانش آموزا گفت اونجا هیچ وقت تنها نبودن، عکس رو دوباره بررسی کردن و داستان کاملا عوض شد. این عکس سال 96 داخل یک مدرسه قدیمی در شهر کوچیکی گرفته شده. قرار بود برای بروشور مدرسه استفاده بشه. معلم میگه وقتی که عکس رو میگرفته کلاس کاملا خالی بوده. وقتی که عکس به دست مدیر رسید متوجه یه چیز خیلی عجیبی شد. تو یکی از نیمکت‌ها چیز شبیه صورت یه بچه دیده میشه، اما وضوحش عجیباً زیاده، طوری که انگار واقعاً اونجا نشسته بوده. معلم با دیدنش ترسید، چون اون ردیف سالهاست استفاده نمیشه. وقتی که یه دانش آموز در سال 1386 در کلاس سکته کرد و فوت شد. مدیر چند ساعت بعد دوباره به کلاس رفت تا مطمئن شه اشتباه میکنه، اما وقتی که در رو باز کرد یکی از نیمکت‌های ردیف خودش عقب رفته بود.